شهرتش را در سال 2004 به دست آورد، زمانی که اجرای برنامه اپرنتس یا کارآموز در شبکه تلویزیونی NBC را بر عهده گرفت. این برنامه از او یک ستاره تلویزیونی ساخت. معنای اسمش در زبان انگلیسی تکخال یا به قول ورقبازها آتوست. ستاره‌ای در گذر مشاهیر هالیوود دارد. ترامپ اولین رئیس جمهور ستاره‌دار آمریکا نیست. رونالد ریگان 49مین رئیس جمهور آمریکا بازیگر سینما بود و ستاره‌ای در همین گذر به نام خود دارد. برادر جوانش را به خاطر اعتیاد به الکل از دست داد، برای همین لب به مشروب نزده است. با این حال برند ودکا و شراب خودش را دارد. او یک بار در مسابقه کشتی کج حرفه‌ای WWE بین میلیاردرها شرکت کرد. مدیر لیگ را شکست داد و سر او را وسط رینگ تراشید. در